به نام خدا. سلام دوستان، به اسفیکت خوش اومدید. امروز اومدم با آموزش انگشتر ریلی که یه انگشتر پایه و بسیار پرکاربرد هستش. برای این سبک انگشتر ابتدا شما بدونین که چه نوع سنگی و چه سایز سنگی رو میخواین استفاده بکنین که من سایز سنگ 2 و سنگ گرد رو میخوام استفاده بکنم. میای منوی جم ها جم لودر رو میزنین و سایز سنگتون رو انتخاب میکنید و اون رو میارید. بعد از اون میام رینگ سایزمون رو انتخاب میکنیم، هر سایزی که خواستین میتونیم بیاریم و خب میایم از کرومون رینگ سایزمون یه دونه آفست میگیریم به اندازه 2 میل و میایم تو نمای تاپ. سنگمون خودش سایزش 2 هستش. من میخوام توی کار براش لبه هم در نظر بگیرم که از این ور 7 و از این ورم 7 براش در نظر میگیرم که با سایز سنگمون روی هم رفته میشه 3 و 4. اکسترود میکنم کروامو به اندازه 3 و 4 که بوت ساید هستش، هر طرف میشه حدوداً 1 و 7 به این شکل. یه همچین کاری ما فعلا داریم. این رو فعلا من هایدش میکنم. خب میام با استفاده از دستور دابلیکیت ایج 2 کرو رو میگیرم و ازش یه دونه آفست کرو آن سرفیس میگیرم. من گفتم برای این قسمت لبه میخوام 7 در نظر بگیرم، ولی الان من این کرو رو به اندازه 1 میل آفست میدم. حالا بهتون میگم چرا. این ور هم به همین شکل. این 2 کرو رو هم رنگ لایش رو من عوض بکنم. خب بعدش میام با دستور اکسترکت ایزو کرو یه دونه کرو اینجا میندازم. اسنپ کواد رو روشن بکنید. یه دونه هم کواد این ور از بغل. خب من اون قسمت هایی که نمیخوام رو تریم میکنم و باقی کار رو با هم جوین میکنم. خب کار رو شو میکنم. ازش از صفحه روی کارم یه دونه اکسترکت میگیرم، در صورتی که کپی هستش. اکسترکت میگیرم میندازم تو این لایه، کار اصلی رو میبندم. خب این رو اسپلیت میکنم با این کروم. دستتون رو بزنین رو کنترل، در حالتی که در انتخاب هستش این قسمت رو کلیک میکنین، از انتخاب در میارین و باقی رو دیلیت میکنین. خب کار رو شو میکنم. این قسمت رو میخوام دیفرنس کنم. حالا بذارید من این رو ضخامت بدم. این رو ضخامت میدم به اندازه که از این ور کارم هم از داخل کارم هم بیرون بزنه. خب ضخامت ما 2 بود، من 2 به صورت بوت ساید. سالید روی 9 هستش، سالید یس باشه، بوت ساید یس باشه. دیستانسمون هم که 2 به این شکل. از این ور کارم بزنم بیرون، چون من میخوام کل کار رو با این کاتری که درست کردم دیفرنس کنم به این شکل. یه همچین شکلی شما باید داشته باشه. بعد از اون میام برای قسمت بعدی. خب بزن یه لحظه من سنگم رو شو بکنم بهتون بگم. ببینید توی این سبکار ما هیچ چنگی نداریم و سنگ ما توی این قسمت از کار قرار میگیره. پس بنابراین ما باید اینجا یه گاهی ایجاد بکنیم روی قسمت کارمون، روی قسمت انگشترمون، که این سنگ داخل اون قرار بگیره. خب چی کار میکنیم؟ میام این کرو لبه رو، این رو من جوین اکسپلودش میکنم. خب این یه دونه رو میخوام. آفست کرو آن سرفیس ازش میگیرم به اندازه 5 و این رو دوباره آفست میگیرم ازش به پایین به اندازه 3. خب از این صف هم یه دونه اکسترکت میگیرم، اکسترکت سرفیس میگیرم میندازم توی لایه دیگه. خب این سرفیس هم رو اسپلیت میکنم با این 2 کرو. خب دوباره دستم رو میذارم رو کنترل، از انتخاب درش میارم، باقی رو دیلیت میکنم به این شکل. خب الان ما اینجا یه دونه صفحه داریم. این صفحه رو میگیرم، به ضخامت میدم، سالید باشه، بوت سایدم باشه، ضخامت 14 رو بهش میدم.
یعنی به اندازه 4 میخوام به داخل گا بزنم. ببینید به اندازه 4 میخوام بیام داخل کار. خب این رو ازش یه دونه میرر میگیرم به سمت دیگه به این شکل، چون دو طرف کار باید گا بخوره که سنگ توش قرار بگیره. این رو انتخاب میکنم، دیفرنسش میکنم با این دوتا کاتری که ایجاد کردیم. کرو رو دیگه نمیخوام، پاکشون میکنم. ببینید سنگ رو من میارم، سنگ اینجا قرار میگیره بین این دوتا گایی که زدم. خب ببینید بچه ها، اینجا ما الان این گایی که زدیم خیلی بزرگ نیست، به اندازه یه دونه خطه و اون مخراج کاری که میخواد سنگ رو اینجا قرار بده اگر ببینین کمه، خودش این رو بازترش میکنه. پس نگران این نباشین و بیش از اندازه گشادش نکنین، چون اگر گشاد نباشه میتونن بالاخره یه کاری بکنن، خودشون میتونن اینجا رو بازتر بکنن، ولی اگر گشاد باشه نمیتونن دیگه کاری بکنن و کار خراب میشه. خب این رو میبندم. بذارید من بهتون نشونم بدم. یه دونه کرو از اینجا، کرو از اینجا. خب میام این قسمت جیمز بیتوین تو کرو رو میزنم، دوتا کروهای قرمز رو انتخاب میکنم، فلیپ آن. میخوام روی سنگم به سمت بالا باشه، پس به این شکل یه همچین انگشتری خواهیم داشت. خب چجوری این سنگ ها اینجا قرار میگیره؟ این دوتا لبه رو از هم باز میکنن یه مقدار و سنگ ها رو اینجا قرار میدن. خب برای اینکه این دوتا لبه بیش از اندازه از هم باز نشن و کار خراب نشه چی کار میکنیم؟ این قسمتی که باز هستش از پایین ما یه سری مفتول قرار میدیم به عنوان پل. خب چی کار میکنم من برای این کار؟ میام یه دونه کرو میکشم از این قسمت به این قسمت، ببینم درسته. بله، این رو من پایپ میزنم به اندازه 5 دهم. 5 دهم ببینم، ببخشید بیشتر شده. خب پایپ میزنم، ردیوس روی 5 دهم نباشه بچه ها، دیامتر روی 5 دهم باشه. میخوام کل قطرش 5 دهم باشه. خب این رو چیکار میکنم؟ خب این رو به اندازه 25 صدم به بالا موو میکنم به اندازه شعاع کارم. خب این تا اینجا. خب از این سعی کنید هر 4-5 میل یه دونه از این پل ها قرار بدید. با دستور روتیت کپی یس اسنپ رو خاموش میکنم، از اینجا کپی میگیرم، حدوداً یکی اینجا، فکر کنم خیلی فاصلش رو زیاد گرفتم. یه بار دیگه کپی یس، بدون اینجا، بدون اینجا. خب بنش و از اینا یه میرر میگیرم به سمت دیگه به این شکل. اینها رو قرار میدیم که این دوتا لبه رو زمانی که میخوام باز کنم سنگ بچینن دیگه زیادی از هم باز نشه. این سنگ ها رو هم شو بکنم. خب اگر تا اینجای ویدیو با من همراه بودیم و این ویدیو به دردتون خورده، ممنونم از همراهیتون. امیدوارم موفق باشین و خدا نگهدار.